این سال نرخ فرق کردگی یعنی که سال گذشته مسکو 5340 چند روبل بود بازی 5900 شده. ما بعد سال نو 5 یانوار ده یا ماه سپوری دادم. خب اما سومی پیشینه را سپور دادم. برای همون اومدم خیلی ورقشم دادن QR کدی هم پشتی پاسپورت نو کردن. باقی مونده سوما مقصد که بو میبریم میسپوریم. QR کدی نو کتی باقی مونده سوما میبریم میسپوریم. ای مقصد ای ماهای آینده 5900 میشود سپوریدنش. خب کدومی که یکی کدام یکی مثل ما همه خیلی رنگ سالی نرخ سالی گذشته سپوریده باشه حتما علاج کنن که بیا یک QR کد دلش میکنه یگان کار کنه بیا به خاطر که همو به کار نشوه پاتنتش. ما گرفتیم امروز باید ما همین را بسپارم باقی مونده سوما اگر نسپارم مقصد که پاتنت به کار میشوه. خب اینم خیلی گپ خبر بچه. خب سربلند خانه آباد باشین. یک ده چیز دیگر را گفتم میگفتیم در روز ایم خیلی آدم بسیار از هرروشون وایرون کارگرها راست یک گروه با گپ میزنن. خیلی میدونی هر روز این خیلی هزارو نفر میان بیچاره بودن دشواره. خب یک چیز دیگر پرسیدن داریم پرسیدنیم دیگه نتونستیم پرسیده. این خیلی سلام علیکم دوستان گرامی. بازی ساعت 5:38 سحر. خب قطعی بچه ها طرفی سخراوا جایی که پاتن میسپرن پاتن میگیرن همون طرف میریم. من خودم پیش از سال نو پاتن ما مقصد که یک چند ماهش سپردگی نبودم. بعد سال نو روزی 5 سپریدم پاتنت مسکو های 5341 روبل بود. همین خیبت گفتن که قیمت چیده بچه. ما اسپیربانک اپلیکیشن اسپیربانک درمام سپردم همین قدر نشون داد. با فکرم که مواری بچه بسیار هم خیلی بازی خیلی هم سخت خراب میریم میداره. مقصد ما اسپیربانک درمام گفتم که ما همه خیلی سپردم چو کدام در کاره گفتی را ما نمیفهمیم فقط ما همون مقصد که سوما میسپریم یک جایی که پاتن میکنی همون میدونه که مقصد پاتن تو هم فعالیت کرده سه یا که نه. بابا سخت خراب میریم نصیب باشد خدا خواهد میفهمیم که آیا مقصد که نرخ قیمت شده ما سپردیم پاتنمون چی میگم مقصد هم فعالیت میکنه هسته همون پاتن دوام داده میتونیم یا که نه. مخمانیم کم کم دارم شبه دارم که آیا ما سومی که سپردیم مقصد گذشت نگذشت نمعلوم میریم میپرسیم با دوامشا بچه ها برای شما میگیم. شما شاید که در همین حالت افتگی باشیم. من پیش از سپردن یک چند کس پرسیدم بچه هانیم نمیدونی سواد اصلا مقصد پرسیدم که ما لجین همه قدر نشون دیسته آیا گفتن قیمت شده چی گب میشوه نمیدونی سه حوزی خودم میرم ای نزدیکی دام فیمیز مقصد که میفهمیم چی گب باشه. خب ساعت 6 با فکرم از خود راکی کردیم یک 40 دقیقه شد در راه در پروبکاییم. گفتیم بر وقتا به پروبکا بریم برسیم لیکن در مکد در ترس مکد آواریای یک 40 دقیقه شد در راه مال یک نمیدونم 20 کیلومتر با فکرم که ای سخودنی دورتر نرفتگیم.
اینجا آواره کلام داشته اینه باخته بخونه خیشته انامی در آواره همون در پاک همون داری صبحی غریبیش ما را کشته خانه خونوک نکرپا و بالشته خامرین بالشتی سرمون باشه خیشته خانه خونوک نکرپا و بالشته خامرین بالشتی سرمون باشه خیشته بچه جان کجایی بچه ای را دور تبینی کسی بو بیایی این بچه ای زور تبینی این بچه ای زورت شیده دیگره این بچه ای زور تبینی سوزه جگره بیرون دور زدگی ای شمولای خنکی ای او غریبی او غریبی او غریبی ای غریبی بیرون دور زدگی ای شمولای خنکی ای او غریبی او غریبی او غریبی ای غریبی 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 او غریبی اوه غریبی اوه غریبی ای غریبی جورا غریبی همی ای کنی موزد کندگی ای شب و روز و دردی مغد بوینونی او چگی ای اوه غریبی اوه غریبی اوه غریبی ای غریبی 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 اوه غریبی اوه غریبی اوه غریبی ای غریبی در نصیبی مو همی ای خیچی کنم زندگی ای کی جو جایی کتگی ای اوه غریبی اوه غریبی اوه غریبی ای غریبی 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 اوه غریبی اوه غریبی اوه غریبی ای غریبی ایگا پوی مشوخیه همه کرو تو غریه پربل مایی اساسی فقط بی همی دوریه او غریبی او غریبی او غریبی ای غریبی او غریبی ای غریبی غمی رسیه نخم نخرم آویزه بخم دیدگی و پشیمون ندیده و در ارمونی کلچه و قفتی را یاد کرده چکهی جرغاتی را یاد کرده میخرم خلبی پوچه جوره. خب دوستان گرامی این آمدیم امیگراسیون سلوژبا فیمیه سخراده رسیدیم ای ساعتی 6 رحلی کردیم تخمین ساعتی قریب 8:40 اونجا رسیدیم خب برف جیسه همه پری برف های بیرون 13 گرادوس خنک های این مردم اینجا خب باز میریم مقصد ما پاتنت گرفتگی اومد در بعد سال نو سومش کمتر سپردگیم برای همون سپورس میکنیم که چیگر میشه تا نیمی راه رو هم خب گفته میریم خنه خوردم گشتم کت کردم پشتم 13 گراد خنه که با که آفرین مردم یک سپاتیفکه کتکه بودی است
بفرتی قیدیگه باشه ای بچه ها نمیرید خونه تو فقط نگو کی کاریت نباشه ای بچه ها نمیرید خونه تو فقط نگو کی کاریت نباشه. خب این اومدیم یه ورقه گرفتیم روزی اچرا دستگیم که بود شوه. خب باید ما برسه بپرسیمش که یا نه. خب بپرسیم که پاتنتی ما چی میشه بود در پاتنتی سومی سپاریم یا که پاتنت ما دیگر کار نمیکنه. باید خماردن میلاد کیسای روزی میبینیم که بچه شکر میشه گفت آدم یعنی پاتین از پای آدم سومی پیش نکتی ولی گفتم قیمت چه دیگه باز میپرسیم که شکر میشه بچه آمدنی باشیم بر وقت میگه هم آج شیرت بسیار دسته که اینه خیلی شید بوشتگی رقم مورا بر نمیکنم. یه جا رفتیم اشتباه در آمدیم با یک جای دیگر آمدیم که یک ساعت دیگه باز جد میکنیم. خب بچه ها در نهایت کار برو آمدیم خیلی اجداد کردیم چند ساعت. مسئله همی بود که من پاتنت دست برده بودم نرخی پاتنتی سالی گذشته را سپرده این سال نرخ فرق کردگی یعنی که سال گذشته مسکو 5340 چند روبل بود بازی 5900 شدگی من بعد سال نو پنجم یانوار در یک ماه سپرده بودم. خب اما سومی پیشینه را سپرده بودم برای همون اومدم خیلی ورقشم دادن QR کدی هم پشتی پاسپورت نو کردن باقی مونده سوما مقصد که با میبریم میسپریم QR کدی نو کتی باقی مونده سوما میبریم میسپریم ای مقصد ای ماهای آینده 5900 میشود سپریدنش. خب کدومی که یکی کدام یکی مثل ما همه خیلی رنگ سالی نرخ سالی گذشته سپرده باشه حتما علاج کنن که بیا یک QR کد دلش میکنه یگان کار کنه بیا به خاطر که همو به کار نشوه پاتنتش. ما گرفتیم امروز باید من همین را بسپارم باقی مونده سوما اگر نسپارم مقصد که پاتنت به کار نشه. خب اینم خیلی گپ خبر بچه. خب سربلند خانه آباد باشین. یک ده چیز دیگر را گفتم در روز این خیلی آدم بسیار از هرشون وایرون کارگرها را سیاه گروه با گپ میزنن خیلی میدونی هر روز این خیلی هزارو نفر میان بیچاره بودن دشواره. خب یک چیز دیگر را پرسیدن دیگه نتونستیم پرسیده این خیلی اینه مردم انا دارم حال زورم. در فکری گو و مالی خونت بشم اویلی که تا گرکدت بزنی بامدی پیسه هایی کتت نشم اویلی که تا گرکدت میزنی بامدی پیسه هایی کتت نشم پیسه پلی کوشی گولی عمری کتت میروم او کتوی شیره دوری دستی کوچت میروم تو میرای سنی خونه ریشه در روز در زنو نول فی دیشت باز شو پدای دیسی نشی پدای دیسی تو میرای سنی خونه ریشه در روز تو زنو یوشی اوی بخترکی چوجای خولت میروم مشکلنم بچه هکوی غریب شما وره مرم هستم هم نسیم بار بکنم شوخی کرده هممو